امیر طاهری هستم. خوش اومدید به چنل من. میخواستم که یه توضیح بدم در مورد باندهای ماشین و نصب سیستم و این حرفا. بعد از مدت ها برگشتیم. اگه از ویدیوهای من خوشتون اومده حتما به دیگرانم بفرستید که بتونن استفاده کنن. ما امروز 4 تا باند داریم که رو تاقچه ماشین بسته میشه. این باندها جزو بهترین باندهای توی بازار ایران هستن. 718 EX از برند کنوود، 6975 500 وات ویتیری از برند پایونر که بهترین باندهایی هستن که طرفدار زیادی داره و همه استفاده میکنن. آقا این باندها رو معمولا 4 تا میبندن رو تاقچه ماشین. این الان واسه ماشین بوده پراید. این کار اشتباهه دوستان. اگه از نظر من بخواید بدونید 4 تا باند وقتی میخواید ببندید شما سعی کنید همیشه از یک برند استفاده کنید. مثال 4 تا 718 یا 4 تا 6975. چرا اینو میگم؟ وقتی که ما میخوایم تنظیم کنیم با آمپیلی، چون این باندها آمپیلی خورن و میخوایم وصل کنیم به آمپیلی، کنوود یه جور بیس میده، پایونر یه جور بیس میده و بخوایم از 4 تاش ما بیس بگیریم که دیگه ساب باکس نبندیم، این باعث میشه که بیسمون خراب بشه و دیگه لذت بخش نیست. برای اینکه ما بیس قشنگتری از این 4 تا باند بگیریم معمولا از باندهای 718 که بیس قوی تری داره بیس رو میگیریم و از باندهای پایونر 6975 صدا رو میگیریم که من خودم اینو رو همین سیستم بیس رو از باندهای کنوود گرفته بودم و پایونرها فقط صدای خواننده رو گرفته بودم. ولی اگه بخواید که سیستم ببندی ترجیحاً 4 تا باند، حالا هر باندی بود، هر باندی، حتی مکسیدر یا برندهای دیگه، شما 4 تاشو یک برند انتخاب کنید. نیایید مثلا یه جفت 718 ببندید، یه جفت 6975 شلوغش کنید. بعد این باندها باید با فاصله باشن. این که بچسبن به هم اصلا اصولی نیست، چون بیس این وارد بیس پایونر میشه، یعنی صدای بیس این با صدای پایونر هم خراب میکنه. حداقل بین باندها باید 10 سانت فاصله باشه. 718 ها رو گوشه ببندید، بعد 10 سانت اینورتر باندها رو ببندید که بتونید از 4 تاش قشنگ صدای خوبی رو بگیرید. امروز این بنده خدا که سیستمش رو آوردیم اینجا، اومده تاقچه رو از جاش در بیاره و اوورکراس 718 از جاش کنده شده که روی یه برد قرار میگیره با 2 تا خازن و باعث میشه که این صدای تیوتر رو فیلتر کنه، مقاومتش رو بیاره پایین که وقتی شما گین آمپیل رو زیاد میکنی تیوتر نسوزه. بعد این سیمپیچ یه جور مقاومته که از جاش در اومده. ما اینو باید بشکافیم و چون از بیخ کنده شده پایه اول که از داخل شروع میشه، یعنی پایه اول، که ما اینو باید بشکافیم و دوباره جمعش کنیم که پایه اول رو بکشیم بیرون تا بتونیم روش کار انجام بدیم. تا ادامه این ویدیو با من همراه باشید. دوستتون دارم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید. اگه از کارم خوشتون اومد واسه بقیه هم بفرستید که اونا هم استفاده کنن. بریم امروز اینو تعمیرش کنیم.
خب دوستان، اینم از پایان کار. اگه خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای منو به بقیه به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.